خیابون‌ها و علیه فرقه و روز کار فرقه‌یابون‌ها که جمع می‌کردن و دنبال این می‌گشتن که کیا این شبنامه‌ها رو منتشر کردن و اونا رو تنبیه می‌کردن و از بین می‌بردن و احتمالاً سربنیست می‌کردن. بحث دیگه یه مقدار واکنش مقامات مذهبی بوده که خب این مقامات مذهبی البته میشه چند مقوله تقسیم کرد. بعضیاشون خیلی مقاوم بودن و حتی تا حد اعلام حکم جهاد بعضی از اینایی که خیلی معروف نبودن دادن. آقای مجتهدی از یک میگه که خبری رسید به تبریز که شخصی به نام مولا موسانامی رو فرقه اعدام کرده چون حکم جهاد داده بوده علیه فرقه. یا اینکه ترک علما که در اعتراض به فرقه البته تبریز و اینا رو ترک میکنن. یک از این لابلای نوشته های آقای حسنلی و دیگران برمیاد که بعضی وقتا نکات ظریفی هم بوده، یعنی بعضی از این روحانیون هم خیلی چیز نبوده، حالا نگاه میکردن که ببینن اوضاع به چه جهت بره، ولی علمای بزرگ مثل آقای شریعه مداری و اینا معمولا ترک میکنن در اعتراض به عرض به حضور شما مسائلی که اونجا بوده و میرن به تهران. و بحث از مقاومت‌های مردمی میکنه، حتی بحث از مقاومت‌های مسلحانه میکنه. مثلا آقای مجتهدی میگه که خبری رسیده بود که در 8 رود مقاومت مسلحانه‌ای در گرفته و خیلی مردم تبریز خوشحال بودن که چنین مقاومتی و امیدوار بودن که پیروز بشه و بتونه فرقه رو مثلا زمینگیر کنه، که البته این حادثه کوچیکی ما نمیدونیم چی بوده چون توضیح زیادی نمیده. و یا سرپیچی از کارهایی که فرقه میکرد، به طور مثال نمیدونم فرقه حکم چیز نظام وظیفه داده بود و خیلی ها فرار میکردن و نمیرفتن و اینا رو به زور میگرفتن و میخواستن ببرن به سربازی که توضیحاتی زیادی در اونجا داده میشه. یا فرض کنیم مقاومتی که در برابر حساب ممنوعیت زبان فارسی گفته میشه هم در مدارس بوده. اینا به طور پراکنده در حرفای خیلی ها ما دیدیم. آقای مجتهدی زیاد اشاره میکنه که مجبور میکردن اعلامیه‌های ترحیم رو به زبان ترکی بدن یا مغازه‌ها رو چی کنن، ولی مردم معمولا مقاومت می‌کردن، این کارا رو انجام نمیدادن. یا ایشون صحبت از یک حادثه میکنه، میگه در ظاهرا میدان ساعت تبریز اونجا دکه روزنامه فروشی بود که اون آقای مسئول اون دکه شبا رادیو BBC فارسی رو روشن میکرد، چون اخبار از تهران نمیرسید و کم کم این بلندگویی هم گذاشت و مردم جمع میشدن شب اونجا و حتی سفره مینداختن و در این حال که دیدن به اخبار گوش میدن. فرقه بعداً اومد این رادیو رو در واقع برچید و تنبیه کرد اون فردی که این کارا رو میکنه. و مهمتر از اون مقاومت منفی مردم بوده در برابر تبلیغات گسترده شوروی که از سوسیالیسم و مارکسیسم یا دستاوردهای از حضور شما روس‌ها تبلیغ میکردن. این مقاومت‌ها به شکل هم برگزاری آیین‌های ملی بوده مثل نوروز، 13 بدر، 7 سین و مفصل اشاره میکنه که چطور مردم عمدن با حرارت بیشتر این کارا رو میکردن که نشون بدن که با اون گفتمان حاکم یا تبلیغات اونها سر سازش ندارن. یا برگزاری مراسم مذهبی هم به همین ترتیب، عاشورا، تاسوعا و مراسم دیگری. یا مثلا بعدی در گذشت بعضی از علمای بزرگ مثل علمای مراجع عراق که اینا یه مقدار واقعا گیج کرده بود نیروهای شوروی رو و خود فرقه‌ای ها رو. بحث‌های دیگری هم البته در این اسناد هست، میگم فقط من به بعضیا که جالبه اشاره نظر خودم اشاره میکنم. یکی این کلا این اسناد نشون میده که اصولا همه چیز ساخته و پرداخته اتحاد جماهیر شوروی بوده یا باقرف، به هر کدوم از اینا حالا با هم اختلاف نظر داشتن، چیز بومی نبوده. اصولا من به این نتیجه رسیدم که این گفتمان قومی اصولا ریشه بومی در ایران نمیده، یه برساخته‌ای که از خارج آمده، نه اینکه توطئه بین‌المللی. یه گفتمانی بوده که به هر حال مارکسیسم لنینیسم مطرح میکرد، از اون برم ویلسون و اینا که آقای سیف اشاره کردن. کلا ما چیزی هنوز سندی به دست نیامده که آیا قبل از این قضایا مثلا بوده این بحثا در اون مناطق کردستان آذربایجان که مردم مثلا از این بحث قومی مطرح کنن، ستم قومی ناراحت باشن. اینا من که چیزی ندیدم، برخلافش خیلی چیزا هست. یک کتابی میخوندم آقای بهروز خاماچی نوشته بود در تبریز که البته از کتابای آماتوریه ولی خب جالبه. ایشون میگه شب همه خواب بودن، صدای بمباران و این بمباران‌های متفقین شوروی ها بودن که تبریز رو بمباران کردن. میگه 2-3 روز بعد دیدم
رو دیوارای تبریز شعارهایی نوشتن که اصلا نبوده، اینا شعارهای ضد فارس، نام ستم فارس و قوم فارس، و اصلا ما تعجب کنیم اینا از کجا آمده. این گفتمان به طور کلی گفتمان بومی ایران نبوده. تو سناریوی فرقه هم خیلی از مسائل خیلی جالبه که خب الان به حال خیلی ها قبول دارن که اونایی که حتی طرفدار فرقه هستن که بله شوروی این کارا رو کرد، ولی میگن شوروی به نفع خودش کرد و فرقه ها خیلی فداکار بودن، آقای پیشوری مثلا اینجوری بود اونجوری بود و کارهای خوبی هم کردن، اینا نمیخواستن جدا بشن و ملی بودن، ایران رو دوست داشتن. این اسناد یک روایت‌های دیگری نشون میده. مثلا این کتاب آقای جمیل حسنلی 2-3 نکته جالب داره. یک جایی که اصلا میگه که پیشوری طرح تجزیه ایران رو داد و خود روس‌ها تعجب میکردن این و اونا استالین مخالفت کرد. یعنی برخلاف این چیزی که گفته میشه که عرض به حضور شما در چارچوب ایران بود، عملاً بحث استقلال داد. من صفحه 73 و 93 کتاب حسنلی فقط 1-2 جمله بخونم، اونایی که این نکته‌ای که تا حالا ما واقعاً نمیدونستیم، یعنی خود من نمیدونستم که میگفتیم خب شاید اینا در چارچوب ایران حرکت میکردن و ظاهر پیشوری هم تو روزنامه آژیر هم که یکی از این آقای جعفرزاده فکر کنم اشاره کردن نبوده، ولی خب تو اون جریان این مسائل رو مطرح میکنه، بحث استقلال رو که ما باید جدا بشیم. اینجا اشاره میکنه ارگان‌های ویژه شوروی اطلاعاتی در دست داشتن مبنی بر اینکه پیشوری خودمختاری آذربایجان در محدوده جغرافیایی ایران از نظر سیاسی امری بدون دورنمای روشن محسوب می‌کنند. به عقیده او اگر تحت حمایت شوروی‌ها در آذربایجان یک حکومت جمهوری از نوع جمهوری مغولستان ایجاد می‌شد، بعدها تدریجاً اتحاد دو آذربایجان ممکن می‌گردید. لیکن مادامی که پیشوری این افکار خود را آشکار نکرده بود و در آذربایجان تمام برنامه‌ها طبق شوروی پیشرفت می‌کردن، در جهت اعمال نظارت شدیدتر بر کارهای پیشوری با کسب اجازه از مقامات مسکو قرار شد فرزند او داریوش جوادزاده تحت عنوان ادامه تحصیل باکو فرستاده شود. یا این صفحه 93 ظاهراً باز دوباره بیشتر به این داستان جدایی اشاره میکنه و بله اینجا میگه که پس از 1 ماه رهبران حکومت ملی و در رأس آنها سید جعفر پیشوری سندی را امضا کردند تحت عنوان خواست‌های خلق آذربایجان که در آن ایده‌های استقلال طلبی گسترش بیشتری یافته بود. در این سند گفته میشد ما باید کاملا از ایران جدا شویم و جمهوری دموکراتیک ملی آذربایجان را تشکیل دهیم. کشور ما جمهوری دموکراتیک آذربایجان نامیده خواهد شد. و جای دیگه اشاره میکنه که اصلا طرح داد و خب آقای استالین مخالفت کرد. این نکات جالبیه که ما نمیدونستیم. باز یکی دیگه از این مسائل این که همه چی مهندسی از خارج هست. در فرمانهای استالین این نکاتی هست، در اون فرمان سوم و یک مقدار فرمان دوم نشون میده هر کاری که فرقه میکرده در واقع این برنامه‌هایی بوده که از قبل طراحی شده. حتی تأسیس مثلا نمیدونم دانشگاه تبریز و آسفالت خیابان‌ها و این قضایا همه آمده، اینا کارهایی که بکنین اصلاحات ارضی رأی دادن بزنن، اینو تو این اسناد یا بحثا بهش دقیقاً اشاره شده. این نکته